سلام و صبح بخیر. تاریخ 2 می ساعت 5 بجه صبح دیگه آماده هستیم بریم طرف یک رود تریپ هم تو جانانه برم که بچه های دیگه تا والا خواه هستن وار از خواه بخیزانم. چی نه؟ نمیده برو. در مسیر راه رسیدیم دیگه همینجا بچه ها شوق عکس کردن. آجی تو چی مصروف هستی؟ دیگه راه عکس میگیره خودت چی میکنی؟ من لذت میبرم از طبیعت؟ از طبیعت. سر مرز آیداهو و اورگان رسیدیم در گاز استیشن. یک کمکی نان هم اینجا خوردیم دیگه حال کش طرف دستینیشن. تو دیده؟ هسته کمسایت فرست کم فرست سرو رسیدیم. یک کمسایت خودترک هم اینجا اویلیبل بود دیگه کمسایت هایش مکمل گرفته شدگی است. یک خورد کمسایت هم اینجا اویلیبل بود اینجا لات کردیم. ساز چی دیگه کردی؟ ما برادر بیانی پخته کردیم. خواه امروز پخته کردیم دیگه نه؟ آه دیگه خواه دیگه منتظرم گرم شه بخیر شروع کنیم. وقتی که پخته کنی خود گرم است دیگه. دیگه بچه ها گرم پشت داغ پشت دارن. خواه؟ نخیده مقصد پشت گردن که نزدم یک دنه رمز غیر شکار گرفت. ولاد امید منظره غروب بسیار نان خوردن هم مزه میتنه؟ بسیار 100%. خواه صف میکنی از خودش صف نمیکنی. آجی خودت زردش پخته کردی یا سرخشه؟ کافه مکنم از نان کده از این نان کده اونو غروبی اونجا مرا مزه میته. صحیح تو؟ البته یک چیز دیگه هم هست. یک موتر لوکستر از این پشت سر است. امون باز بیاک چی کده؟ نه او موتر او خوبش نه. او شفرله است او خوبش نه. خوب است که در پشت سر است. به جی ام سی نمیرسه. بخی جگر استاد مرتضی را خون کده او موتر امروز. همون نیست؟ والا راست میگه. اینجا سبزی هم است. چطور است بچه نان چطور است؟ غروب چطور است؟ بسیار عالی است. تشکر از دستاندارکارایش. تشکر از یکی از آشپزان.
چیز اختراع کرده و یا میخوای اختراع کنه چه افغانی طرف میگه جو طرف میگه چند نفر آرام شد این بچه هم دیگه کفن وری خل کردن یا هم از داخل دیگه خیمه یعنی کس که بخی وقت ملکوتی شده اون دیگه شما بخشید آجی سید دور از جانش یک قسم چی واری معلوم باشه جنازه هندو بودیم آله غیر صدای طبیعت دیگه صدای چیزی دیگه نیست فقط یک نفر داخل سلیپینگ بگ خود یک قسم شرم ساعت 1 بجه شب است یکی از همسفرهای ما بسیار خسته است Good morning شام بخیر دیر شد و قدر سر نبود دیگه خوام خوبش بود انت نبود استاد؟ بسیار ممنون شما بسیار از اینکه بچه ها را جمع جور کردیم جمع جور کردیم یعنی؟ کمپین یاد دادیم استاد که هست به حساب بار بسته کردن خیلی چی است تقل است بعض چیزهای دیگه هم بسیار عادی در ما عادی دیگه اینجا جمع کاری است این هم از منظره صبحگاهی کمک ابر پیدا شده دیگه شاید پسانتر باران کنه دیگه پارسال بچه تبایی نزد کن एकदम چیز نگو اینجا سخت است دعوت صاف میکنه مثلا در می جمله من فیلم میگیرم تنها آجی این تو زحمت میکشه مو زحمت ها منتها آجی تنبل ما رو بود صاف نمیکنی نه یا زحمت میکشن یا بر خود زحمت میکشن یک شور میدهد است آه شور میدهد خب از او تیمتیمک که تو چی میشه؟ آه صحیح است قدیس خوشور بودی؟ گلاس کشور بود چی گفت شده استاد مرتضی؟ بنظر روغن زیاد داره آقا صاحب روغن از یه نه روغن از این بیخی میال تایت است با خطا بود زیاد انداخته تایت است میالی او باد شده میره میفهمی؟ تبخیر میشه به طبیعت میره آجی از تو شد؟ نشد دی؟ ما شد من بریانی را مگ عکس میگرفتی کجاست ده؟ کجا که دید رفت چی کردم؟ جمع کردم رفت دیگه نه بریانی آقا را در پیش کوکا میپرتیم
اوه 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 مرتضی خان بیا بیا برو پیرانی رو بیار. نه موسوی اول باید خلوصیت داشته باشی. نه او تو چیزا نگوین در فیلم که باز فیلم سخت میشه. سخت میشه. فورا نمیزنم او از خود سفت میکنه از من نمیکنه نه از من سخت میکنه از خودش نمیکنه. آفرین از خودش را میکنه نه شما فکر کن تای دستک زاویه 62 زاویه خوب میاد. هنوز خوب شد پرکتیس شد چیز نه؟ سخت میکنه. عجیب نگم بسیار مدازار که دوستانی خام شده. ها؟ دو خام هم باید چطور شد؟ جمع شد؟ چیزا؟ جمع شد سیپنه. دو تا فقط ری نراحت میشه که چرا دادیم که من امسال بازم کنار میدم دیگه. چوب از راه میگیریم؟ نمیگه ما اون نور خوش داشتیم. خواه از شما چطور شد؟ مسئولی از امی بسته‌بندی کی بوده؟ خودمون. والا خیلی پروفشنال است باور کن. بسیار پروفشنال است دیدم حساب بسته‌بندی استاد. اونو دو تا استراگل که در روان هستن اونجا. اونو اونجا. نمیدونم صبح یک جای جمع کردم. ها خوب کردی بسیار خوب. خوبه آن تایم جمع کردیم دیگه اینی 9 بجه است دیگه نه؟ جای نزن تو شو ندی آجی یک دفعه. استراگل دارید؟ بال بچه ها گوش نشده از مسیر راه؟ بیا چی هست؟ داخلش یک نخل داخلش بریانیه. دیگه تو خراب است تو روش. پروا نداره به خراب هم زش میخوریم. فعلا قحطی آمده نه؟ هر چیز باشه میخوریم. خو چی میخوری؟ آجی پدرمال برنج چی میگن آجی؟ بگه راسته؟ یک توده کلام کافیش هم در پترمال مخورم در بولانی دو پاو مگه خب بولونی ستون درسته بایدو نیمار باسا دره خگیگی پترمال باشی؟ خگیگی هایشه بکنم چی؟ خدا قبول کنه نصر رو آجی کم کم نزدیک کمپگراند امشب میرسیم. اینجا یک جای بسیار دیدنی بود. خود بختر هم بود دیگه. شمال بسیار زیاده. شاید صدای ما شنیده نشد. منظره بسیار لطف است. امروز صبحی از لیزلای گلچ حرکت کردیم. تقریبا 5 ساعت تا پینتید هیلز را مسافه بود. باز بعد از او دیگه تقریبا 2 ساعت دیگه ایسو آمدیم که در لون تری کمپ گراوند رسیدیم. اینجا 1-2 ساعت رزرو کردیم. این کمپ سایت که است در حساب شمال خود بسیار نام داره. بسیار شمالی تند داره. این دیوال را بخاطر از این زدک شمال بگیره.
دیگه اینی بچه ها دیگه در حال ست اپ کردن هستن. یک خیمه را اینجا ست اپ کردیم، یک خیمه دیگه را اونجا ست اپ میکنیم. دیگه اینجا هم خوب است که دیگه آقا صاحب هم که است منیجر ای کم سایت است و یک تقی دیگر در اونجا که است او آجی تقی است، او منیجر کم سایت دیگه است. چوبا کیجان پس میکنه انسینا اگر زورت نمرسه خو کامرامان است کامرامان نه اگر زورت نمرسه خو استاد علی سینا بیایه. ما تو جنگری و مردم چی گپ هست؟ سایک توشک ای توشک است ای توشک است. اینجا دو گروپی 4 نفری دو دیگی مساوی مسابقه داره، هر دویش که هست چی است شورواست. ببینیم کدامش مزدار میبره. دیگر بیش به قلزه قابلش نیست. تیم شما خوب است تمام تیم شما آقا بسیار پر استرس معلوم میشی. برای من فرق نداره، من بیکر آدم. خب دیشب هم حتی از بریانی از مختلف چیز نگفتن، نگفتن خوبه یا بده یا تلخه یا نه. شورای فلسطین فرق کنه که از کدامش باید بخونیم. باز دفعه دیگه هم ترمیم جورم صرفا به خاطر که امتحان کنیم. یه ما شوروا به به یار استاد قسم من دختر رئیسی یه دیگه بوده یک قریار بس خاصی خاصی گروپ چر میگن هر کس بندازه شکم خوب بیاره خوش شکمون صف میکنه ای بخی لاین بخی چیز میکنه لاین از اینجا شروع میشد. خدا اون کس نیه دیگه نیکس نوبت خود است تو نیکس هستی لاین خطولانی نیست والا می سورا خلاص تام لاین خراب نکید. امی خورده برد که امی تو چیزا رو نداشته باشه لاین کار کنی دیگه کنی مزه نمیده. بر تو اوفک مخری؟ تر خوبه؟ فک یا فک فک تر کدوم امشب همونطور خوش السنا دیر رسیدی متاسفانه. خیر اگه پیپسی من در شروع نداشتیم پیپسی رو ببینید واسه تر کنیم خدمت استاد علی سینا همی استاد مرتضی غم تا نخورد. والا ما سر زید چی کده بودم حساب؟ والا واجی توجه تا میخوایم دیگه اونمو کاسه از خودم هست. سر آقا کاسه خودگیه؟ آه مگم شوروا دیشب یک مزه دیگه میزد خب خداییش یک مزه مگم شروعی مسو بازو که خیلی دیگه مزه نمیدیه؟ آره گوشت مقصد من دفعه گوشت ما شورا بلده خیلی نگرفتم شورا است. من برای خود واجی از خوره بسیار پاساوش میندازنی. والا ما دیگه پریزانه میزنه فضل عباس الاول قم دیگه رو مخرم. خب او ثواب بهتر از شکمه نه؟ آره شکمه چی کنیم؟